سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم هر جای می باشین خوب و سلامت و سر حال باشین. دیروز بچه ها بوره اره را داخل از امی چیا تر کرده بودن. داخل از این کانتینرها حدود 1200 لیتر آب اینجا ریخته بودن. بعدا هم یک بوجی از این متوسطا بوره اره داخل از این انداخته بودن و مواد ضد عفونی. و امروز بعد از 24 ساعت اینا فعلا بوره اره را داخل از او چله و صفا بیرون میکشن تا آب خود حد اکثر خشک کنه و بعدا از اونجا اینا انتقال میته روی از این فرشی که ترپال مانند هست تا مزید بوره اره آب خود خشک کنه و بعدا روی از این تخم انداخته، بذر سمارق انداخته و اینا را داخل خلطه میکنن تا آویزان کنن و انشالله که اینا به زودی امی خلطه کردنش هم آغاز کنن و ما یک ویدیوی کوتاه از او هم داشته باشم و بعدا اینا ببرن در جایی که مشخص اینا جور کردن برای پرورش سمارق، اونجا آویزان کرده و کار را تمام کنن تا بعد از 20 روز الی یک ماه ما سمارق از اینا را ببینیم. خوشحال و سلامت باشین دوستای عزیز، انشالله در خدمت هستیم تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدارتان.